نمسته دوست خوبم. اومدم اینجا که با شما عزیزان یک موضوعی رو در میون بذارم. اون همین هستش که تصمیم گرفتم کتاب ین سایتس رو از آقای برنی کلارک مطالعه بکنم و تک تک عنوانهاش رو، مفاهیمش رو با شما به اشتراک بذارم. این کتاب به نظرم یک کتاب بسیار جامع هست، نه فقط برای کسایی که ین یوگا میکنن، بلکه برای هر کسی که به فضای یوگا علاقه داره، دوست داره فلسفه یوگا رو بدونه، دوست داره که اصول اساسی و هسته اصلی یوگا رو درک بکنه. به نظر من بسیار کتاب مفیدیه. برای خودم که خیلی جذابه. در کنار شما با شما این کتاب رو میخوام شروع بکنم و به امید خدا به پایان برسونم. تیکه تیکه، فصل به فصل با هم پیش بریم. اگر مشتاق هستی که با یوگا بیشتر آشنا بشی، اگر مشتاق هستی که این فضا رو بیشتر درک کنی و تمرینش کنی، میتونی با من تو این جلسات تئوری که مفاهیم یوگا، ین یوگا و در واقع تمرین های متنوعی که وجود داره رو میتونی با من پیش بیای، با من همراه بشی و دانشت رو و درکت رو از این فضا بیشتر بکنی. در کنارش هم به هر آن چیزی که به دستش میاری، درکش میکنی، عمل بکنی. هم من و هم شما میتونیم در این فضا کلی رشد بکنیم و شخصیتمون رو در واقع ارتقا بدیم، بهتر بکنیم. مرسی که به من اعتماد دارین. بسیار خوشحالم، بسیار ذوق دارم برای اینکه این فضا هست، این موقعیت هست که بتونم هر آن چیزی که درکش میکنم، هر آن چیزی که میخونمش، متوجهش میشم رو با شما عزیزان که مشتاق هستین به اشتراک بذارم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. منتظر ویدیوها باشین و با من همراه بشین. نماسته.